با سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به چینل خودتان هاف تایم. ما در این قسمت می‌خوایم در مورد دو تا نقل و انتقالات که بارسلونا زیر نظر داره صحبت بکنیم. باشگاه بارسلونا در تلاش است تا دوشان ولاهویچ مهاجم باشگاه یوونتوس و ناتان آکه بازیکن منچستر سیتی رو جذب کنه در این زمستان که خصوصا این جذب ولاهویچ میتونه خبر جذابی باشه برای هواداران بارسلونا. ولاهویچ مهاجم تیم فوتبال یوونتوس البته در سابق هم علاقه داشته تا بارسلونا این بازیکن رو در واقع به خدمت بگیره، اما حالا نشریه نویسان ورزشی گفتن که هم رسانه‌های اسپانیایی و ایتالیایی که دو تیم در واقع مذاکراتی داشتن برای جذب دوشان ولاهویچ، ظاهرا خیلی حالا یوونتوس از وضعیت او در واقع راضی نیست و گفته میشه که به عنوان جانشین روبرت لواندوفسکی مطرح شده و کم هزینه تر هم هست، یا اینکه صبر کنن در تابستان رو به صورت رایگان جذب کنن. اما خب باید صبر کرد و دید این مذاکرات به کجا پیش خواهد رفت. آنچه که مشخصه اینه که قطعاً بارسلونا نیاز داره به بازیکنی مثل دوشان ولاهویچ، بازیکنی است که جوان هست، هنوز 25 سال سن داره، خیلی چارچوب شناس هست و گلزن خیلی خوب هست و سرزن خوبی است، با قدی که داره 1 متر و 90 سانتی متر، عضو تیم ملی فوتبال صربستان هست.